یه خانم افغانستانی به ایران سفر کرده. بریم نظرش رو راجع به مردم ایران بشنویم با هم. مردمشون بیشترشون خیابون خیلی سگن، واقعا خیلی سگن. نجات پرستیشون یعنی در حدی که اصلا تحمل نمیشه کرد. فوش دادناشون خیابون، حرکات عجیب غریبشون، بهانه گرفتناشون. مثلا نمیدونم افغانا تو ایران چیکار میکنن که اینجوری. من خودم تو ایران مثلا چند سال زندگی کردم، گفتم واقعا من خاطراتم یکم زنده بشین. دختر خوب، کسی از شما دعوت نکرده بود پاشی بیای ایران. بعدش هم ما نژاد پرستیم. ما 50 سال شما رو تو کشور خودمون نگه داشتیم. در آغوش ایران خودت داری میگی بزرگ شدی، هنوزم لهجه ایرانی داری حرف میزنی. تو وفاداریت از یک سگ کمتره، میفهمی؟ این لقبی که داری به ما میدی، امثال تو حتی نمیتونم وفاداریشو نگه دارم. اندازه اون سگم تو ارزش نداری. 50 سال ازتون نگهداری کردیم، 50 سال نون ایرانو شما خوردین، دریغ از یک قطره آبی که شما به ایران بدین. ما نژاد پرست نیستیم. تو خودت مشکل داری، تو خودت کاری کردی، رفتاری انجام دادی که حتما کسی باهات برخورد کرده. این همه افغانستانی عزیز دارن اینجا زندگی میکنن، هیچ کدوم اینجوری راجع به ایران و ایرانی حرف نزدن. مشکل از خودته. نمک خوردین نمکدون میشکنید.